راحت ترین و خوشمزه ترین روش پخت قیمه همینه. با من همراه باشید. ابتدا 2 تا پیاز رو نگینی خورد میکنیم. بعد از اضافه کردن روغن پیازها رو سرخ میکنیم و توی این مرحله زردچوبه و نمک میزنیم. بعد از که پیازامون رو تفت دادیم یا به اصطلاح سبک شد، به پیازامون 2 قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه میکنیم. رب رو همراه پیاز تفت میدیم تا رنگش باز بشه و فلفل سیاه هم به مواد اضافه میکنیم. بعد از اضافه کردن گوشت ها به گوشت هم لپه های پخته شده رو اضافه کردم و تمامی مواد رو با هم تفت میدیم. توی این مرحله به اندازه دلخواه خودتون زعفرون بزنید و برای خوش طعم و عطر شدن خورشتتون 1 فنجون کوچیک گلاب رو هم به مواد اضافه کنید. چوب دارچین، زعفرون، گلاب باعث خوش طعم و عطر شدن خورشتتون میشه و آب غذا رو اندازه کنید و اجازه میدین حدود 2 ساعت با شعله ملایم بپزه تا جا بیفته. نیم ساعت آخر رو هم لیمو عمانی هامون رو به مواد اضافه میکنیم. این هم خورشت ما که بعد 2 ساعت جا افتاده و آماده هست. امیدوارم درستش کنید و لذت ببرید. پیشا پیش نوش جانتون.